سلام، خسته نباشید. از ایران تماس میگیرم. خواستم بگم که واقعا این مسئولین ما با این همه شعاری که دارن میدن، شعاراشون گوش فلک و کر کرده و با عملی که دارن انجام میدن و نتیجهش تو جامعه داره نشون داده میشه، اعتقادات مردم رو واقعا ضعیف کردن. واقعا مسئولی که شعار میده از هر نظر واقعا شعاراش به دل آدم میشینه. خیلی شعارهای قشنگی میده ولی تو عمل نگاه میکنی میبینی عملش 180 درجه با شعارش فرق میکنه. مردم واقعا بی‌اعتقاد میشن، مردم حس میکنن اینا دارن دروغ میگن. مردم نتیجه اعمال میخوان ببینن چجوریه. وقتی مردم میبینن اینا با این همه شعار نتیجهش تو جامعه عکس این همه مشکل مردم تو جامعه دارن، از نظر فسادی که ما داریم تو مردم میبینیم، تو جامعه داریم میبینیم، فقر، این همه تورم، مشکلات زندگی، مشکلات معیشتی، مردم دارن از همدیگه دور میشن. واقعا مردم الان روابط بین مردم رو نگاه میکنیم، به خدا این رابطه‌ای که مردم با همدیگه دارن تنهاین، احترام نیست بین مردم. مردم فقط به فکر خودشونن، به همدیگه دروغ میگن، به همدیگه پشت پا میزنن. آدم دل سرد میشه از زندگی. به خدا حقم دارن وقتی میبینن اون بالایی‌ها، اون کسایی که دارن به حساب خودشون دارن متولی دین و اعتقاد اینن، متولی مسئول زندگی اینن، مسئول تمام امور زندگی اینن، اینجوری دارن عمل میکنن، مردم هم دارن بی اعتقاد میشن. به خدا خودش کمک کنه امتهای مسلمون و مردم مسلمون. واقعا کشورهای مسلمون، تو ملت مسلمون تو شرایط بدی دارن زندگی میکنن به خاطر مسئولینی که اعتقاد ندارن. واقعا درسته شعار میدن ولی واقعا اعتقاد ندارن. اگه اعتقاد داشتن نتیجه زندگی، وضع زندگی مسلمانه اونجوری نبود. واقعا اینا اعتقاد ندارن به چیزایی که دارن میگن، اعتقاد ندارن، با کارهای خودشون دارن مردم هم بی‌اعتقاد میکنن. خسته نباشید، دستون درد نکنه با برنامه‌های خوبتون، انشالله موفق باشین. خدا حافظ. خدا نگهدارتون. تشکر از شما برادر عزیز و گرامی. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی مسئولین کشورهای اسلامی رو در اون حدی بگردانه که احساس مسئولیت بکنن در قبال مسلمان ها. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر به کسی مسئولیت مسلمان ها سپرده شد و بر آنها سخت گرفت، الله سبحانه و تعالی در دنیا و آخرت بر او سخت خواهد گرفت. خیلی دشواره. یعنی در حدیث دیگری رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر کدوم شما مسئول هستید در قبال رعیت خودتون، تک تک شما. در ادامه حدیث میفرمایند که مرد در خانه خودش مسئول است، زن در خانه خودش مسئول است، حاکمان، امرا، وزرا، مسئولین، همه اینها در قبال رعیت خودشون مسئول هستند و مورد بازخواست قرار میگیرند. از سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه روایت است که، البته این عمر حقیقی است، نه اون عمری که تبلیغ کردن در ایران که نمیدونم خانه فاطمه رو با آتش کشید و به گردن علی ریسمان انداخت. نه، اون عمر رو ما نه در دنیا قبولش داریم نه در آخرت. عمری که ما میشناسیم، عمر حقیقی، عمر واقعی، عمر ابن خطاب، داماد علی مرتضی، پدرزن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، جوان شجاع قریش که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا می‌کردند که بارالله اسلام را با یکی از این دو مرد نصرت و پیروزی نصیب بکن. یکی عمر ابن خطاب بود، یکی عمرو ابن هشام بود یا همون ابو جهل، که الله سبحانه و تعالی خواستش این بود که عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه مسلمان بشه و اسلام رو عزت بده. چه عزتی بالاتر از این که در زمان سیدنا عمر ابن خطاب امیر مؤمنان رضی الله تعالی عنه بود که تقریبا میشه گفت نصفی از کره زمین رو مسلمان ها فتح کردن. ایران، شام، روم، خیلی از این مناطقی که امروز کشورهای اسلامی که هستن، عمر
به گردن اینها حق داره. بزرگترین حقش اینه که شما را از آتش جهنم نجات داد. ایشون میفرمایند که اگر در روی یکی از پلهای عراق، کوفه به اصطلاح یا بصره، الاغی از جایی رد میشه، پاش گیر بکنه در حفره‌ای که احداث شده در این پل یا در این راهرو و پاش بشکنه، عمر در قبال او مسئول است پیش الله سبحانه و تعالی. الله اکبر. احساس مسئولیت حتی در مقابل حیوانات. امروز حکامی هستن، رهبرانی هستن، هزاران نفر رو زنده به گور میکنن، خم به ابرو هم نمیارن. انسان کشتن براشون از کشتن یک پشه آسان تره، واقعا آسان تره. یعنی شاید برای کشتن یک پشه مجبور بشن بیف باف بیارن یا خودشون رو به عذاب بکنن تا بتونن یک پشه رو بکشن، اما کشتن انسان با یک تلفن میتونن یک شهری رو به خاک و خون بکشن. بشار الاسد ببینید در 3-4 سالی که گذشت حدود 200-300 هزار نفر رو در سوریه قتل عام کرده. دیگه با گلوله نمیکشن، با موشک نمیکشن، با توپ و تانک نمیکشن. چیکار میکنن؟ بشکه ها رو پر از مواد منفجره میکنن، از هواپیما پرت میکنن سر مردم. نشانه گرفتن، هدف گرفتن، نظامی، غیر نظامی، با گناه، بی گناه، نه هلیکوپترها رو پر میکنن از بشکه های مواد منفجره، میندازن سر مردم. خامنه ای با یک تلفن میتونه که از کشته شدن انسانی جلوگیری بکنه، اما نمیکنه. 6 نفر از جوانان اهل سنت کرد رو دار زدن. میتونست رئیس جمهور، میتونست خامنه ای، همینو میتونستن اینا رو نجات بدن و میدونن که اینها بیگناه بودن، اما نه، چون احساس مسئولیت نیست، نه در قبال مردم، نه در قبال دین خدا. امام زین العابدین یک فرد بود، حاکم نبود، خلیفه هم نبود. علی ابن الحسین رضی الله تعالی عنهم اجمعین میگن وقتی که ایشون رو بعد از وفاتشون غسل میدادن، غسل میت، راههای سیاه رنگی دیدن بر دوش مبارک ایشون. پرسیدن که این تاثیر چیه؟ از خانومش بپرسین که کسی اینو کتک زده، چی شده این سیاه شده، راه شده شونه هاش. همسر ایشون میگه که شبانه گونی رو پر از مواد غذایی میکرد، به در خونه فقرا و مستمندان مدینه میرفت، به اونها کمک میکرد. بعد از وفات امام زین العابدین، امام سجاد رضی الله تعالی عنه، بیش از 300 خانواده مستمند و فقیر در مدینه بی سرپرست شدن. این احساس مسئولیت بود. امام زین العابدین در اون موقع نه رئیس جمهور بود، نه رئیس مجلس شورا بود، نه حاکم و خلیفه بود، نه هیچ کاره بود. یکی از ائمه مسلمان ها بود، یکی از علمای مسلمان ها بود در مدینه، اما این احساس مسئولیت بود. عمر ابن خطاب نیمه های شب گونی رو پر میکرد از بیت المال مسلمین، در خونه تک تک مستمندان مدینه به اونها کمک میکرد. داستانهاش هم شیعه قبول دارن، هم اهل سنت در کتاباشون روایت شده. به خاطر چی؟ به خاطری که احساس مسئولیت میکرد. شبیه همینطور در یکی از کوچه‌های مدینه میره، صدای گریه طفلی رو میشنوه، میاد دم در، میگه ای خواهر، این کودکت رو خاموش بکن، از خدا بترس. اون زن چی میگه؟ میگه خدا از عمر بازخواست بکنه، به خاطر اینکه به کودکان زیر 1 سال جیره نمیده یا به کودکان شیرخوار جیره نمیده و من میخوام که این کودکمو از شیر جدا بکنم تا از بیت المال مسلمین جیره بگیره. یعنی تقریبا میشه همون بیمه اجتماعی که امروز در اروپا و آمریکا هست. در اون زمان، در زمان خلافت عمر ابن خطاب، دولت اسلامی بیمه میکرد انسانها رو در مقابل فقر، در مقابل نداری. بیمه اجتماعی بود در اون زمان. عمر شب تا صبح نخوابید.
یا الله، خدا از عمر بازخواست بکنه؟ خدای من چطور جواب این کودکای مسلمان رو بدم که مادرانشون به خاطر اینکه جیره بگیرن از حکومت اینها رو به زور از شیر جدا میکنن؟ صبح اول وقت منادی امیر مومنان ندا داد در مدینه که کودکانتون رو از شیر جدا نکنید. امیر مومنان به اونها جیره پرداخت میکنه. این از احساس مسئولیت که نیست امروز در مسئولین.